سلام و درود به همه شما قهوه دوستای عزیز. سینا هستم. به کانال ماجیکال کافی خوش اومدید و امیدوارم حال دلتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم در مورد انواع فراواری که واسهتون گفتم همشون حالا یکی یکی توضیح بدم. خب اگه به قهوه علاقه‌مند هستی کانال ما رو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن، با لایک و کامنتات بهم انرژی بده. بریم سراغ ویدیو. مرحله اول فراوری، میوه ها رو میریزن توی یه تانکر بزرگ پر از آب. میوه‌هایی که شناور میشن میان بالا که بی کیفیتن. میوه‌هایی که سنگین‌تره میره پایین که کیفیتشون بیشتره. بعضی وقتا این کار رو انجام نمیدن. بعد میوه‌های خوب رو جدا میکنن، معمولا میره توی مرحله دیپالپینگ، ولی این مورد نمیره توی مرحله دیپالپینگ. میفرستنش میذارن توی یه سری مخزن میمونه. برای 1 الی 2 روز تخمیر داخل دونه اتفاق بیفته. بعد دیپالپش میکنن. پوسته و گوشته رو با دستگاه یا توی جویبارها میریزن، با پارو انقدر میزنن تا جدا بشه. مرحله بعدی میره توی تخمیر. تخمیر معمولا بین 12 24 48 ساعت زمان میبره، ولی امروزه اومدن خیلی طولانی ترش کردن، به 100 ساعت هم میرسه. اتفاقی که توی تخمیر برای قهوه میفته، یه نظریه هست که میگه نمیشه اسمشو تخمیر بذاریم، چون تخمیر زمانی که اتفاق میفته الکل بیرون میاد، ولی توی این پروسه این اتفاق نمیفته، تا دم تخمیر شدن میره، اما استوب باید بشه. چون اگه این اتفاق نیفته اوور فرمنتد یا بیش از حد تخمیر شده میشه و قهوه میگنده. فرآیندی که اتفاق داره میفته فرآیند جدا کردن موسیلاژ هستش و بهش میگن دیموسیلاژیشن یا جدا کردن موسیلاژ. و البته این فقط و فقط یه نظریه است. در اصل هدف فرآیند تخمیر چیه؟ هدف اینه که موسیلاژ رو جدا کنیم و به وسیله شکستن قندها، چرا که پکتین سرشار از قنده و به شدت چسبیده به دونه، برای همین میایم این کار رو انجام میدیم. اتفاقی که میفته بعد از اینکه دیپالپینگ انجام میشه، توصیه میشه دیپالپینگ رو با آبی که بازیافت میشه انجام بدن، چرا که زمانی که دیپالپینگ انجام میشه و آب جریان داره، اولا که به خاطر صرفه‌جویی در آب و دوما اینکه این آب قند روی میوه رو میبره و قند روی میوه که بره چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که شکر کمتری توی فرمنتیشن باشه و فرمنتیشن آرومتر اتفاق بیفته. به خاطر همین این توصیه میشه و ممکنه این آب بعد از یه مقداری شبیه به آب کثیف باشه، اما نگران این موضوع نباشید، چون اون آب و اون حالت میوه هیچ تأثیری توی تمیزی و کثیفی فرآیند بهداشتی دونه نمیذاره. این یه پیشنهاد قبل تخمیره، اما کماکان اینکه میوه شسته بشه و باز وقتی میوه جدا میشه، پیشنهاد اینه که با میوه بره توی تخمیر، چون تخمیر سریعتر اتفاق میفته. هدف مزرعه دار اینه که سریعتر تخمیر انجام بشه که میوه ها و دونه ها توی صف تخمیر نمونن و از اون نظم خارج نشن، و چون توی یک نواختی تاثیر میذاره. خب میاد تخمیر اتفاق میفته. 3 نوع تخمیر داریم. 1 هوازی، تخمیر معمولیه، دونه ها رو میذارن یه مقدار آب باش میذارن بمونه و به وسیله اون رطوبت روش رو میپوشونن، یا توی یه سری اتاقا ول میکنن و بعد از چند ساعت میان شروع میکنن لغت کردن که به تسریع فرمنتیشن کمک بکنه. این روش هوازی یه سری المان داره، یه سری کارا رو انجام میدن. زمانی که متوجه میشن تخمیر الان دیگه نزدیک اتفاق بیفته، باید قهوه رو بشورن. یه روشش اینه که یه لوله رو میکنن داخل قهوه، وقتی جر میانن اگه دونه برگرده سر جاش یعنی به اون لور نرسیده، اگه که دونه بر نگرده سر جاش یعنی که اون لور رو رد کرده و تخمیر اتفاق افتاده و باید فرآیند رو استاپ کنن. روش دیگهش که با پی اچ میتر این کار رو انجام میدن. وقتی که تخمیر اتفاق بیفته پی اچ میاد پایین و به اسید تبدیل میشه. بین 5 تا 4 پی اچ تخمیر باید استوب بشه. این کلیت فرمنتیشن ایروبیک یا هوازی بودش. خب روش دوم که طولانی تر میشه و اکسیژن لولش رو میاریم پایین، چی کار میکنن؟ میریزن توی مخزن‌هایی، توی یه سری تانکر میذارن بمونه. فشاری که ایجاد میشه اون داخل باعث میشه سرعت تخمیر بیاد پایین و دما رو میبره بالا. این دوتا همدیگر رو بالانس میکنن و باعث میشه تخمیر بی هوازی و در اصل با اکسیژنی که اونجا هست اتفاق بیفته. به بالای 48 ساعت باعث میشه آرومای قهوه و نوت‌های میوه‌ای خیلی بیشتر بشه. روش سوم روش تروکربنی. اول توی تانکر که میتونه از جنس استیل یا سرامیک باشه
که استیل بهتره و گرونتره. اول میان داخل تانکر رو پر از CO2 میکنن، بعد آروم آروم میوه رو اضافه میکنن که فشرده نشه و آبش گرفته نشه و کامل با دی اکسید کربن اکسیژن رو خالی میکنن. با دی اکسید کنترل میکنن و پروسه تخمیر رو. اتفاقی که میفته خب میتونه طولانی تر باشه، تخمیر و آروماهایی که به وجود میاد و اون پروسه خیلی با دقت بیشتری و هرچی طولانی تر میشه سخت‌تر میشه و دقت بیشتر میخواد، خیلی لایت تر میشه و میتونن با این متغیرهایی که داریم بازی کنیم. این کلیات ماستوریشن بود که تقریبا بی حوازی میشه، یه سری هاش حوازی داره یعنی درشو باز میکنن و این باعث میشه سرعت ببخشن به پروسه و یه سری ها هستن بدون هوا انجام میدن. یه نظریه است که بیشتر روی آروما تاثیر میذاره تا طعم. فراوری خشک یا نچرال اوایل این سنتی ترین و اولین روش فراوری هستش که میوه رو میذارن زیر آفتاب که خشک میشه و بعد میوه و کل پوسته جدا میشه و بعد میرسن به دونه. مزیت ها و معایبی داره. میان قهوه رو میشورن به اون روشی که گفتیم، میوه بعد رو از خوب جدا میکنن یا فقط میان الک میکنن و خاک و سنگ رو ازش جدا میکنن. اگه این مرحله اتفاق نیفته کیفیت میاد پایین، اگه اتفاق بیفته کیفیت میره بالا. میره مرحله بعدی، خشک شدن بستگی داره. اگه روی زمین باشه خیلی از میوه له میشه و یه دست خشک نمیشه. اگه بیان توی تورهای متفاوتی طبقات متفاوت بذارن خشک بشه، تمام اون زمان بندی ها روی طعم نهایی تاثیر میذاره. اگه 2 طبقه باشه، اگه 4 طبقه باشه، اگه داخل گلخونه ها باشه یا زیر نور آفتاب باشه، سایه بیفته سایه نیفته، اینا توی یک نواختی خیلی تاثیر میذاره. ولی معمولا پروسه بین 20 تا 30 روز طول میکشه. اگه از اول میوه رو شسته باشن پروسه 20 تا 30 روز طول میکشه. اگه مستقیم ببرن بین 2 تا 3 هفته خشک میشه. اگه اول یه بار بذارن تخمیر اتفاق بیفته، یه سری تانکر درشون میبندن و میذارن با اون آبی که ازش خارج میشه و اون اکسیژنی که داخلشه و نمیتونه بره بیرون و پس همش میمونه داخل و اون محفظه یه جورایی فرمنتیشن غیر حوازی هستش. بعد میفرستن برای قسمت دراینگ و باعث این میشه که کانسیستنسی و یک نواختی بیشتر بشه و هر کدوم از اینا باعث میشن که توی تأثیری که توی طعم و عطر میذاره متفاوت باشه. خب این هم فراوری خشک یا نچرال. قهوه واش اسیدیتش بالاتره، تلخی داره، بادیش پایین تره. قهوه نچرال شیرینیش بالاتره، اسیدیتش یه مقدار نسبت به واش پایین تره، بادیش بالاتره و تلخم نیستش. این شد فراوری درای یا نچرال. فرایندی بین فراوری خشک و فراوری خیس به اسم فراوری هانی که بهش پالپ نچرال هم میگن. با آب هستش و بدون آب. بدون آب همونی که با دستگاه اکودی پالپر انجامش میدن که توضیح دادم. با آب با دستگاه پالپینگ معمولی تمام اتفاقاتی که توی نچرال یا واش میفته هر دو قبل دی پالپینگ توی این روش فراوری هم میفته. اما فرقش چیه؟ بعد دی پالپینگ نمیره توی تانکرهای فرمنتیشن، با همون موسیلاژ میاد روی تخت‌های دراینگ تا خشک شدن موسیلاژ و رطوبت خود دونه اتفاق بیفته و همین باعث میشه که اون شیرینی بیشتر بشه توی قهوه. و البته یه نظریه بعد از دی پالپینگ اگه بذارن پالپا با دونه ها بمونه قطعا توی آرومای قهوه خیلی تاثیر بیشتری داره. اما اتفاقی که میفته مرحله بعد از دراینگ، هالینگ پارچمنت رو جدا میکنن. اگه این کار رو نکنن و بذارن پالپا با میوه ها و دونه ها بمونه، اتفاقی که میفته باعث میشه خیلی سخت بشه هالینگ. و معمولا اگه که بتونن پالپا رو جدا میکنن، ولی اگه که تجهیزاتش رو داشته باشن و دنبال قهوه با کیفیت تری باشن، میان و اجازه میدن پالپا توی مرحله دراینگ با قهوه باشه. روش بعدی وت-هالد هستش به 2 صورته، یک مدل مکانیکاله، یه مدل معمولیه. وت-هالد بعد از فرمنتیشن برای مناطقی مثل اندونزی که بارونهای شدیدی میاد و نمیتونن دراینگ رو انجام بدن، میان اینو انجام میدن. بعد از فرمنتیشن میذارن قهوه یه مقداری خشک بشه، مثلا تا رطوبت 30% که رسید، بعد میان هالش میکنن و به محض اینکه دونه خودش رو از پارچمنت جدا میکنه هالینگ رو انجام میدن. هالینگ اون مرحله پوست کندن پارچمنته
پارچمنت رو جدا میکنن، خود دونه سبز رو خشک میکنن به خاطر اینکه سریعتر اتفاق بیفته و دلیلش هم اینه که آفتاب ندارن. روش مکانیکالش اینه که توی دستگاه بزرگی که دماش بیش از 50 درجه نره قهوه رو خشک میکنن. اتفاقی که میفته اینه که قهوه خیلی سریع و به صورت طبیعی خشک نمیشه و معمولا رنگ قهوه هایی که وت هالت شدن رنگ سبزتری رو به خاکستری دارن، به خاطر اینه که رطوبت از توشون تبخیر شده. به صورت طبیعی خشک نشدن، معمولا دچار طعم‌های زمینی و کپکی میشن و خیلی هم طبیعیه، رطوبت توشون میمونه. البته زمانی که قهوه بخواد ارسال بشه به هیچ عنوان اجازه ندارن از رطوبت بیش از 10 تا 12 درصد از کشور بیرون بکنن، چون قهوه تا نرسیده به مقصد کپک میزنه. به خاطر همین باید این اتفاق بیفته و اون رنگه و اون خشک کردن مکانیکی تاثیر خودشو میذاره و به پروسه وت هالت گرین باشه هم میگن. خب عاشقای قهوه، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. نظراتتون رو واسم کامنت کنید و اگه که کانال منو تا الان سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن، با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.